به نام خدا، زیایی هستم، کارشناس سیستم‌های مگنترومتر و زمین شناسی با حدود 15 سال سابقه کار در این زمینه. دوستانی از ما تقاضا میکنن سیستم‌های مگنترومتر مختلف رو در واقع معرفی بکنیم و در موردش توضیح بدیم. امروز قصد داریم یکی از این سیستم‌هایی که در واقع بازار فروش قوی داره و دوستان در مورد خریدش تصمیم گیری میکنن و خرید میکنن رو به شما معرفی کنیم. سیستم که قابل مشاهده است در تصویر دستگاه مگنترومتر یا حفره‌یاب و فلزیاب صنعتی زایلوگ هست، مدل EPG 7002 سنسور که مدل تک سنسورش هم در بازار موجوده، منتها ما مدل 2 سنسورش رو امروز سعی میکنیم به شما معرفی و توضیح بدیم. ظاهر دستگاه همونطور که در تصویر قابل مشاهده هست به این صورت. خب سیستم‌های زایلوگ و در کل سیستم‌های مگنترومتر قسمت‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف دارن. مهمترین قسمت دستگاه‌های مگنترومتر که از 2 قسمت اساسی تشکیل شده، سنسور استفاده شده در اون هست و راه انداز سنسورها. مواردی مثل باتری و شارژرشون هم موارد جانبی هستن که فروشنده ها و کارخونه های مختلف ازشون استفاده میکنن برای اینکه کیفیت معقول تری رو یا اقتصادی تری رو ارائه بدن. سیستم زایلوگ EPG 7000 پلاس از 2 سنسور EPG 7000 استفاده کرده از کارخونه مگنتیک. همونطور که در روی هر کدوم از سنسورها در واقع لیبل سازنده سنسور EPG 7000 مشخص هست، اینه که ظاهرا از EPG 7000 ویتیری استفاده کرده، ورژن 3 که جدیدترین مدلش بوده و سریال خورده و مشخصات سنسور نوشته شده. و مورد دوم که سنسور دوم باشه توضیحات در مورد سنسور بعدی هست و سریالش که از روی بارکدش قابل شناسایی هست از طریق موبایل. راه انداز داخلیش هم از راه انداز انفورس 5 استفاده کرده که ظاهرا جدیدترین مدل راه انداز سنسورهای مگنترومتر است. ببینید سنسورهای مختلف کاربردهای مختلف دارن. سنسورهای مثل FLC 100، سنسورهای مثل EMS 100 و FL1 و سری‌های مختلف هر کدام کاربردهای خوبی دارن، منتها برای جای خاصش باید استفاده بشن. سنسورهای FL300 کاربردش در سیستم‌های MRI پزشکی است، همونجوری که در سایت سازنده گفته شده، و سنسورهای مختلف. متاسفانه سازنده‌های مختلف با کمپانی‌های مختلف چه داخلی در ایران چه و در خارج از ایران از سنسورهای مختلف و ارزان قیمت استفاده میکنن برای اینکه سیستم‌های مگنترومتری رو راه بندازن که متاسفانه حتی یک بار هم ظاهرا کاتالوگ اون سنسور مشاهده نشده و خونده نشده که باید از چه سنسوری استفاده کنن. دقت بکنید سیستم‌های مگنترومتری که تهیه میکنید از سنسورهای سری EPG از کارخونه مگنتیک با لوگو مشخص شده در تصویر باشه. حالا از هر نوع سیستمی که میخواید تهیه بکنید. پیشنهاد اول ما بود جدای از این سیستمی که داریم معرفی میکنیم میریم سراغ در واقع خود سیستم. پنل جلویی داریم و پنل پشت سیستم. پنل جلویی دستگاه شامل LCD نمایشیش هست و 4 کلید کنترلی و 1 کلید استارت و 2 نمایشگر LED یا لامپ کوچیک داره برای نشون دادن وضعیت دستگاه و 1 جک هدفون. زمانی که شما دستگاه رو روشن میکنید لوگو زایلوگ، آرم زایلوگ اینجا نمایش داده میشه بر روی LCD و با گزینه‌های مختلفی که روی LCD نمایش داده میشه شما میتونید حالت دستگاه رو انتخاب کنید.
حالت اول که شماره 1 تست سنسوری که نشون میده که سنسور دستگاه سالمه یا نه، که تست بسیار پیشرفته‌ای هست نسبت به دستگاه دیگه، درایور بسیار قوی درش کار شده به نظر ما که میتونه هم صحت سالم بودن باتری، سنسور و درایور رو برای شما مشخص کنه. گزینه دوم اسکن اتوماتیک هست که به طور متوالی از زمین برای شما اسکن میگیره و تصویر رو 3 بعدی و بیسیم میفرسته روی لپتاپ یا تبلت یا هر سیستم عامل ویندوز دیگه برای شما. گزینه سوم منوال اسکن هست که اسکن دستی برای یک نقطه خاصی که شما نیاز دارید و اسکن میگیره، فقط یک نقطه رو یک اسکن میفرسته. گزینه چهارم دیتایی که در حافظه ذخیره شده رو به روی لپتاپ براتون میفرسته. پنل دومی دستگاه و پنل پشتی دستگاه یک نشان دهنده داره که میزان شارژ باتری رو نشون میده، یک LCD هست که میزان شارژ باتری نشون میده، جک شارژر، کلید روشن خاموش و آنتن تقویتی سیستم بلوتوث هست که تصاویر در واقع سیستم رو به صورت بیسیم بر روی لپتاپ برای شما ارسال میکنه. همراه سیستم یک CD ارائه شده که حاوی سریال فعالسازی دستگاه و نرم افزار اورجینال ویژوالایزر با سریال اورجینال هست و شارژر اصلی دستگاه که از باتری لیتیوم آیونی یا لیتیوم پلیمری داخلی استفاده کرده که تستی که ما انجام دادیم این بوده که با 15 دقیقه شارژ شما میتونید حدود 3 ساعت متوالی از دستگاه استفاده بکنید و با 1.5 ساعت شارژ شما میتونید حدود 1 روز یا 24 ساعت مداوم از دستگاه استفاده بکنید که این رکورد بسیار قوی هست. نکته خیلی مهم و تکنولوژی جدیدی که توی سری جدید از زایلوگ استفاده شده، استفاده از بالانس لیزری هست که وقتی که شما دستگاه رو روشن میکنید از طریق بالانس لیزری که در این قسمت قرار داره و دو در واقع نمایشگر یا سنسور در واقع مادون میاد خودش رو با زمین در واقع بالانس میکنه. نور لیزر به صورت لیزر خطی بر روی زمین میفته، همونجوری که در تصویر من سعی میکنم این رو به لنز دوربین منتقل بکنم قابل مشاهده هست. امیدوارم که ویدیو معرفی خیلی خوبی رو برای شما به همراه داشته بوده باشه و در صورتی که خرید این دستگاه رو در شرف انجام دارید به موفقیت بزرگی برسید. پایدار باشید و سلامت.